یکی از ورزش‌های مورد علاقه‌ام شکاره. در همین در پایان سال تحصیلی تصمیم گرفتم که چند روزی به شکار برم. من دعا می‌کردم که این خرس رو بتونیم پیدا کنیم. البته احتیاطاً اسلحه کمری خودم رو پر کردم و با خودم بردم، چون که ممکن بود در جنگل با حیوانات وحشی برخورد بکنیم. بالاخره در جایی توقف کردیم و برای پیدا کردن شکار دوربین کشیدیم. در همون موقع من یه قوچ رو دیدم. شاخ خوبی داشت. تصمیم گرفتیم که به سراغ همون قوچ بریم. در اینجا ما مشغول ردگیری خون اون قوچی که من زده بودم و زخمی شده بود می‌گردیم. ولی خب اونطور که حد زدیم گوله به پای قوچ خورده بود و تونسته بود که در بره. در همین تصمیم گرفتیم که در همونجا یک جایی رو پیدا کنیم و ناهار رو بخوریم. البته همه میخواستن که زودتر اون قوچه رو پیدا کنن که برای ظهر کباب حسابی بخوریم. قوچ رو از تو خورجین در آوردیم و مشغول اندازه‌گیری طول شاخ و حساب کردن امتیازاتش شدیم. قوچ خیلی خوبی بود با شاخهای قشنگ و خیلی باز. و این بود یکی از خاطراتی که از یکی از روزهای شکار داشتم و بر شما تعریف کردم. شب فرا رسید و به اردوگاه رسیدیم. با وجودی که خسته بودیم اما خوشحال بودیم از اینکه قوچه رو بالاخره زدیم.